دوستان عزیز، من فکر میکنم با دیدن این نوار و با شنیدن این خبر شما نیز در حیرت میافتید. بینید که الکی از بین 2 ماه نگذشت مهاجرانی که از هندوستان وارد فدراسیون روسیه شدند چه کارهایی نکردند. طول 2 روز می شود که در سامانه‌های اجتماعی نوار چرخ میزند در شهر مسکو، پایتخت فدراسیون روسیه. البته این نوار بسیار مردم روس را به خشم آورده است و اینک مردم روس فهمیده ایستادند که مهاجرانی که از تاجیکستان و از ازبکستان و قرقیزستان داخل روسیه می شدند چخیل با ترتیب بودند و این مهاجرانی که از هندوستان به روسیه آمدند الکی به ترتیبی و به مدنیتی خودشان را نشان داده ایستادند. دوستان عزیز، از شما خواهش نوار را تا آخر با دقت خوب تماشا کنید. به خاطر دیگران دیدن و از این نوارهای ما با خبر شدن در زیر نوار لایک مانید و دوستان اگر زحمت نشود به کانال ما ابونه شوید. رحمت برای دستگیری. خداوند از شما راضی باشد. با نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت بارحم. السلام علیکم بر کل برادران و خواهران و کسانی که همین نوار را دیده ایستادید. خداوند همه شما را در پناه عظمت خودش نگه بداره. دوستان عزیز، از شما خواهش نوار را تا آخر با دقت تماشا کنید. چگونه که گفتیم حتما فکری خودتان را در کامنت‌ها نویسید. برای ما و برای دیگران خیلی مهم است. دوستان، به هر یک ما و شما معلوم است هر یک ما و شما بسیار در صفحه های اجتماعی می نشینیم، اما در صفحه اجتماعی اینستاگرام نوارهای عاید مهاجران هندوستانی در فدراسیون روسیه و کارهای آنها نوار کرده در سامانه های اجتماعی نشر کرده ایستاده‌اند. با این آنها چی گفتن میخواهند و مردم روس را ببینید چی میگویند. البته مردم روس دائما شکایت از مردم تاجیک و ازبک، خصوصا از همان مهاجران، یعنی که چشم دیدن میگرانت ها را نداشتند. ببینید که مردم هندوستان، مهاجران هندوستانی چی کارهای علیه مردم روسیه کرده است. انا که اینها نه به قدر مهاجران تاجیک و ازبک میرسند، نه رسیده ایستاده‌اند، اما الکی افسوس 100 دقیقه دیر شد. دیر نشده است. اون کسایی که چنین نوارها را میبینید، از همه شما دوستان احترامانه خواهش، همچون یک برادر شما به شما یک مصلحت میدهم که عقل خود را کار فرمانده کار کنید. ولی کسایی که در مهاجرت هستید دوستان عزیز، اول خود را احترام کنید، حرمت کنید تا سزاوار احترام و حرمت دیگران شوید. البته اینها به قدر مهاجران کاری تاجیک و ازبک رسیده ایستاده‌اند، اما اینها آدم نمیشوند. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که بعد پشیمان میشوند، ولی باز همان کارشان را نسبت مهاجران تاجیک و ازبک میکنند. مانید مهاجران هندوستان، مردم هند چیکار کنند؟ کردن گیرند. با کمپیرهایشان عادتدار می شود، با دختران روس می گردند، چی کار کردن گیرند. اما یقین دانید که اینها به قدر شما نو و نو رسیده شدند. این بود دوستان نوار امروزه ما برای شما و امیدوارم که با دیدن این نوار شما نیز خوشبخت گشتید. من خیلی شاد شدم وقتی که خشم شدن مردم روس را ببینم. خیلی خرسند می شوم. خدا نگهبانی شما باشد دوستان تا نوارهای آینده.